سیزن بعدی یعنی مود هری پاتر خوش به حال هر چی آدم نوب سگه. اگه واسط سوال شده که چرا، حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. داخل هر اسکواد یه آدم نوب هست که همیشه ناکه، که نمیذاره شما بریم بات یا انمی که نزدیکتون هستش رو بزنید. توی سیزن بعد شما ریوایو رو میزنین، روح ریوایوش رو انجام میده و شما از یارتون فاصله بگیرین، بازم ریوایو اون انجام میشه. و خیلی وقتا هم پیش اومده که یارتون میاد دراپ یا لوت باکسی رو زودتر از شما لوت کنه و ناک میشه. شما میتونین روح رو بذارین برای ریوایو کردنش و خودتون برین دراپ یا لوت باکس یا هر چیز دیگه ای که بود رو لوت کنین. یکی از خفن‌ترین قدرت‌های سیزن بعد میتونه این قدرت اچ پی باشه که وقتی هیل شما از 75% کمتر بشه، خودش خودکار براتون کیت، بانداژ یا هر چیز دیگه ای رو میزنه. و این نکته خیلی خفنی که داره، موقعی که روح داره هیل شما رو پر میکنه، شما میتونید به سمت انمی تیر بزنید. این مورد فقط موقع فایت دادن نیست. اگه شما از هر ارتفاعی بپرین و هیلتون کم بشه، روح بازم هیل شما رو به راحتی پر میکنه. و اگه شما به هر دلیلی از ماشین بیافتین پایین، روح بازم هیل شما رو پر میکنه. خیلی خوشحال میشم اگه این ویدیو رو لایک کنی. تو ویدیو بعدی یه نکته مهم در مورد روح داریم، پس اگه پیجمو فالو نداری حتما فالو کن. سیزن بعدی مشت قدرتی به بازی میاد. سیزن بعد قراره یه قابلیت به بازی اضافه بشه که شما با تزریق یه دونه سرنگ برای مدتی بتونید هم یه جامپ خیلی بلند بزنید و همچنین مشت قدرتی به زمین بکوبید. شما با 2-3 تا از این مشتا میتونید که انمیتون رو ناک کنید و از بین ببرید. به نظر من که این قابلیت خیلی خفنه و توی فایتا کلی میتونه کمکمون کنه. همچنین شما میتونید با استفاده از این قابلیت مسافت‌های طولانی رو خیلی راحت طی کنید. نظرتو راجع به این قابلیت حتما توی کامنت بهم بگو. راستی اگه دوست داری همه چی رو راجع به پابجی زودتر از همه بدونی، پیشنهاد میکنم که حتما پیج منو فالو کنی. What's that, brother?